و بعد دخترم کاترین را نزد متخصص ارتودنسی بردم. در اتاق انتظار دندانپزشک سناریوی کامل خود را به صورت مکتوب شرح دادم. آن را طوری نوشتم که گویی قبلا اتفاق افتاده است. زنی در همسایگی، آدمی کاملا بیگانه، با خبر شد که من قصد فروش خانه‌ام را دارم. چهارشنبه بعد از ظهر به اتفاق شوهرش آمد و خانه را به قیمتی بیشتر از قیمت تعیین شده خرید. چهارشنبه صبح دقیقاً همین کلمات را در دفتر یادداشت بزرگ و قهوه‌ای‌ام نوشتم. چهارشنبه شب دقیقاً همان اتفاقی که تصویر کرده بودم به وقوع پیوست، البته با یک تفاوت خیلی خوب. وقتی آن زن در حال تماشای خانه بود، دو زوج دیگر هم برای دیدن خانه آمدند. در عرض 1 ساعت هر سه زوج قولنامه را تنظیم کردند. با بنگاهدار برگشتند و همگی قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده پیشنهاد کردند. در حالی که داشتیم درباره نوع قرارداد هر یک از مشتریان مذاکره می‌کردیم تا بهترین خریدار را انتخاب کنیم، مجسمه کوچک و کرم رنگ سنت جوزف با احترام روی میز آشپزخانه نشسته بود. تا نیمه شب چهارشنبه خانه را فروخته بودم و اصلاً لازم نشد آن را نشان بدهم. راه درست یا غلطی برای انجام آن وجود ندارد. زندگی روایتی است که شما هم دستی در نوشتن آن دارید. اجازه بدهید شروع کنیم. فهرست سوالات. اینها برخی از افکاری هستند که ممکن است به ذهن شما خطور کند. از نوشتن بیزارم. این نوع نوشتن چه فرقی دارد؟ نمیدانم چه میخواهم. اگر چی؟ اگر چی؟ اگر چی؟ اگر به چیزی که میخواهم نرسم چی؟ اگر برسم چی؟ میترسم. چطور بفهمم چه فرقی است میان خواستن چیزی و آماده بودن برای دریافت آن؟ آیا بیش از یک راه برای رسیدن به یک هدف وجود دارد؟ از کجا بدانم در مسیر درست حرکت می کنم؟ آیا می توانم همزمان بیش از یک هدف داشته باشم؟ وقتی گیر می کنم چه باید بکنم؟ آیا مهم است چقدر دقیق و مشخص بنویسم؟ چطور رویای خودم را زنده نگه دارم؟ آیا حمایت دیگران مفید است یا باید آن را پیش خودم نگه دارم؟ چه فرقی است میان خیال و تخیل در تعیین هدف؟ چرا می ترسم رویای بزرگی داشته باشم و چیزی را که می خواهم درخواست کنم؟ اگر آن را بنویسم و اتفاق نیفتد چی؟ چه کاری باید انجام دهم تا چرخه کامل شود؟ در ادامه به این سوالات پاسخ می دهیم و داستان کسانی را نقل می کنیم که اصول کتاب را هر یک به شیوه منحصر به فرد خود به درستی به کار گرفتند. آنها نیز درست مثل خودتان آدم‌های عادی غیر عادی هستند. این افراد داستان خود را در اینجا نقل می کنند، نه برای اینکه فکر کنید آدم‌های جالبی هستند، بلکه بفهمید خودتان آدم‌های جالب و فوق‌العاده‌ای هستید. وقتی خواندن کتاب را به پایان برسانید و تمرین‌ها را انجام دهید، می‌فهمید چگونه خواسته خود را بنویسید و باعث تحقق آن در زندگی خود شوید. بنویس تا اتفاق بیفتد. همین حالا و قبل از خواندن بقیه کتاب از شما می‌خواهم فهرست اهداف خود را تنظیم کنید. به قهوه‌خانه بروید و یک فنجان قهوه سفارش بدهید و یا در خانه یک قوری چای نعنا دم کنید. موسیقی مورد علاقه خود را در دستگاه پخش صدا قرار دهید و شروع به نوشتن کنید. سریع بنویسید، لفتش ندهید. اگر متوجه شدید یک هدف را به خاطر بزرگ یا دور از دسترس بودن کنار گذاشته اید، آن را به هر ترتیب بنویسید و یک ستاره کنار آن بگذارید. این یک هدف زنده است. نگران زیاده خواهی نباشید. حتی آرزوهایی را که هیچ ابزار عملی برای تحقق آنها ندارید نیز یادداشت کنید. به نوشتن ادامه دهید. به نوشتن ادامه دهید. با قلبتان بنویسید و فهرست را تا جایی که دوست دارید طولانی کنید. لو هولتز، مربی مشهور فوتبال، این کار را در سال 1966 انجام داد. 28 ساله بود که پشت میز اتاق ناهارخوری نشست و 107 آرزوی محال را روی کاغذ آورد. او تازه شغلش را از دست داده بود. در بانک هیچ پولی نداشت و همسرش بت سومین فرزندش را 8 ماهه حامله بود. چنان ناامید و دلسرد بود که همسرش یک نسخه از کتاب جادوی فکر بزرگ نوشته دیوید جی شوارتز را به او داد تا بلکه روحیه بهتری پیدا کند. به گفته خود هولتز تا آن لحظه به کلی بی‌انگیزه بود. خیلی ها که من هم جزءشان بودم هیچ کار خاصی در زندگی خود نمی کنند. در کتاب نوشته شده بود که باید قبل از مرگ تمامی اهدافی را که قصد رسیدن به آنها را دارید به روی کاغذ بیاورید. اهدافی که او در واکنش به آن درخواست نوشت هم شخصی بودند و هم حرفه‌ای. اغلب آنها برای یک مرد 28 ساله و بیکار دست نیافتنی به نظر می رسیدند. از جمله موارد موجود در فهرست او عبارت بودند از شام خوردن در کاخ سفید، شرکت در برنامه تلویزیونی تونایت شو، ملاقات با پاپ،
رسیدن به مقام سرمربیگری در نوتردام، قهرمان شدن در مسابقات ملی، انتخاب شدن به عنوان بهترین مربی سال، فرود آمدن روی یک ناو هواپیمابر و سقوط آزاد از هواپیما. اگر به سایت اینترنتی لو هولتس مراجعه کنید، در کنار این فهرست عکس‌هایی را مشاهده خواهید کرد. عکس‌های هولتس با پاپ با رئیس جمهور رونالد ریگان در کاخ سفید در حال خندیدن در کنار جانی کارسون، به علاوه توضیحی درباره احساس او در لحظه سقوط آزاد از هواپیما. از 107 هدفی که در 1966 در فهرست او وجود داشت، لو هولتس به 81 مورد آن رسیده است. پس به خودتان اجازه رویابینی و یک سر غیرواقعی بودن بدهید. ریچارد بولز میگوید یکی از غم‌انگیزترین جملات عالم این است: او، حالا بیا واقع بین باشیم. از کوه کلیمانجارو بالا بروید، یک دانشگاه یا بیمارستان را وقف کنید، یک اپرا تصنیف کنید، یک ورزشگاه تأسیس